بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما بینندگان خوب میارجل. همراه هستیم با خانم شیرخان زئی، سرپرست فرمانداری شهرستان فنوج. سلام خانم شیرخان زئی، وقت شما بخیر باشه. ممنون، سلامت باشی. ما تقریبا 20 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری را داریم. برنامه‌های شما در شهرستان فنوج چطور هست؟ در این زمینه توضیح بدین. بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم به همه بینندگان محترم. همچنین گرامی می‌دارم یاد و خاطری شهید جمهور حضرت آیت الله رئیسی، رئیس جمهور محبوب مردمی و تلاشگر و هیئت همراهشون. خدمت شما عرض کنم کمتر از 20 روز ما در آستانه 14مین انتخابات ریاست جمهوری هستیم. تمامی برنامه‌ریزی‌ها بر اساس اون برنامه زمانبندی وزارت کشور در شهرستان انجام شده. ما 40 شعبه اخذ رأی رو در سطح شهرستان داریم که 21 شهری و 19 تا روستایی هستند که انشاءالله تمامی شعب بر اساس شعب مجلس انجام شده. تمامی شعب رو ما بازدید داشتیم و در حال برنامه‌ریزی نمایندگان فرماندار و اعضای شعب هستیم. همچنین جلساتی رو با اقشار مختلف برنامه‌ریزی کردیم، از جمله جلسه با معتمدین، جوانان، بانوان و رأی اولی‌ها و همه این برنامه‌ها انشاءالله در هفته آتی برگزار خواهد شد. بر اساس بررسی‌هایی که انجام شده انشالله استقبال خوبی حتما در بحث مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری هست و برنامه‌ریزی‌های خیلی خوبی رو در بحث ایجاد مشارکت انجام دادیم. فضاسازی شهرستان در بحث انتخابات، در بحث فضای مجازی هم اقدامات خیلی خوبی انجام شده و همچنین جلساتی که با اقشار مختلف انشالله برگزاری خواهیم کرد، حتما تبیین خواهیم کرد بحث مشارکت بالا در نظام جمهوری اسلامی ایران. انشالله حتما تبلیغ خواهیم کرد که انشالله رأی اولی‌ها و جوانان و بانوان و معتمدین رو داریم میاریم در جلساتی که با حضور اعضای هیئت اجرایی و نظارت انشالله برگزار خواهد شد در بحث استقبال و مشارکت همه جانبه تمامی اقشار در انتخابات. و دعوت میکنیم از همه مردم در سرنوشت خودشون. بالاخره انتخابات سرنوشت سازی است و قطعا در سرنوشت تک تک افراد میتونه اون انتخاب ما تاثیرگذار باشه و ما خواهش میکنیم هر فردی بالاخره در بحث مسئولیت خودش که هم مسئولیت سرنوشت خودش بیاد سهیم باشه و انشالله در انتخابات شرکت کنه.